پاسخ به تاریخ محمد رضا پهلوی. به یاد همه شهیدان، همه زنان و مردان ایران زمین که به خاطر میهن جان باختند. این کتاب نوشته شد و به آنان اهدا می شود. اندکی بیش از 1 سال پیش آخرین کتاب من در تهران انتشار یافت. کتابی سراسر امید که در آن دیدگاه‌ها و طرح‌های خود را درباره آینده ایران به ملتم عرضه داشتم. آرزوی من این بود که آینده ملت ایران افتخارآمیز، سعادتمند و پررونق باشد. آینده‌ای فراخور تاریخ چند هزار ساله کشورم که همواره یکی از سازندگان اصلی تمدن جهانی بوده. آرزو داشتم که در آستانه هزاره سوم ایران کاملا نوسازی شده، اقتصادش پر رونق، جامعهش متحول و پیشرو باشد. مردمش از یک سطح آموزش مترقی برخوردار باشند و نظام سیاسیش حکومت بر قوام مردم، یعنی بر یک دموکراسی واقعی استوار باشد. آرزو داشتم که نسل‌های آینده ملتم با سربلندی و غرور مقام والایی را که شایسته آنان است در خانواده بزرگ انسانی و دست آورند و نقش و مسئولیت خود را در جهان ایفا کنند. امیدوار بودم سیاهی‌های قرون وسطی را که 50 سال پیش ایران از آن نجات یافته بود برای همیشه از میهنم دور کنم و حکومت روشنایی و روشنبینی را که چکیده تمدن و فرهنگ ایرانی است برای همیشه پابرجا سازم. در تمام مدت پادشاهیم من فقط به خاطر این آرمان بزرگ زیستم و کوشیدم، آرمانی که در شرف تحقق یافتن بود. برای رسیدن به این آرمان بزرگ به سختی کوشیدم. با دشواری‌ها و موانع بسیار مبارزه کردم. با توطئه‌ها و تحریکات فراوان مواجه شدم. با شرکت‌های بزرگ و توانای خارجی و کارتل‌های چند ملیتی ستیز کردم، حالا که بسیاری از مشاورانم مرا از این مبارزه برحذر می‌داشتند. ممکن است که من در طی دوران سلطنتم اشتباهاتی مرتکب شده باشم، اما کوششم برای عظمت و اعتلاء ایران هرگز خطا نبود. هدف من از نوشتن این کتاب این است که نشان بدهم که چرا در این راه تلاش و ایستادگی کردم. نشان بدهم که چرا و چگونه کوشش کردم جامعه‌ای بر اساس عدالت اجتماعی و نه منازعات طبقاتی پیریزی کنم. جامعه‌ای که در آن همه گروه‌ها و طبقه‌ها به یکدیگر وابسته و همدل باشند. حسن تفاهم با همه کشورهای جهان، چه دنیای غرب، چه کشورهای سوسیالیست و چه ممالک جهان سوم به من امکان داد که در صلح و صفا این کوشش را برای ساختن ایرانی با تمدن بزرگ انجام دهم. وظیفه خود می‌دانم در این کتاب نشان دهم چگونه اکنون برای اضمحلال ایران کوشش می شود و می خواهند آنچه را که در سایه تفضلات الهی و به شکرانه شوق و شور و کشور صمیمانه ملت ایران به وجود آمده است به دست گروهی غیر مسئول نابود سازند. این پاسخ من به تاریخ خواهد بود. قسمت اول، از دیروز تا امروز ایران، درس‌هایی از گذشته. برای پاسخ به تاریخ باید آن را شناخت و دریافت. ایران که از 3000 سال پیش تا کنون همواره کشور پادشاهی بوده، در طول تاریخ خود نشیب و فرازهای بسیار دیده و دورانهای روشن و تاریک را پشت سر گذاشته و با خطرهای بزرگ رو در رو شده. هیچ ملتی نمیتواند تنها به خاطر گذشته خود زندگی کند و بدون گذشته خود نیز نمیتواند پایدار بماند.
ملتی که به گذشته خود وابسته و دلبسته نباشد الزاماً از صحنه روزگار ناپدید خواهد شد. تاریخ ایران مملو از افتخارات و نابسامانی هاست. عبرت از گذشته می تواند به فضل خداوند بهترین راهنمون برای آینده باشد. اکنون می خواهم نظری به گذشته ایران بیاندازم، گذشته‌ای که هیچ کس نمی تواند بر آن خط بطلان کشد. توانایی ها و خطرهای ناشی از موقع جغرافیایی ایران کشوری کهنسال است که تاریخش به اعماق قرون و اعصار میرسد. ایران در منطقه خاورمیانه واقع شده که گاهواره تمدن‌های بزرگ بوده. کشور ما در تقاطع خطوط مواصلاتی میان اروپا، آسیا و شبه قاره هند و آفریقا قرار گرفته و با 3 دریا، دریای خزر در شمال، خلیج فارس در جنوب غربی، دریای عمان در جنوب شرقی ارتباط دارد و از دریای مدیترانه که مرکز جهان متمدن غرب بوده فاصله زیادی ندارد. چنین موقع جغرافیایی عامل مهمی در قدرت کشور ماست و ایفای نقش بزرگ کشورگشایی، اشاعه تمدن، گسترش بازرگانی را در درونهای درخشان تاریخ ما میسر و مقدور گردانیده. جنس موقع جغرافیایی نیز عاملی در ضعف کشور ما بوده. ایران فلادی با محورهای شمالی، غربی و جنوبی و شرقی، با دشت‌های وسیع و صحراهای بزرگ و کویرهای نمکزار را که هر سو به وسیله جبال بزرگ احاطه شده، کوههای البرز در شمال، کوههای زاگرس در باختر، کوههای بلوچستان در جنوب خاوری و از چند شهر بزرگ چون اصفهان و کرمان که بگذریم، منطقه مرکزی کشور ما تقریباً خالی و کم جمعیت و فعالیت و ثروت و فرهنگ بیشتر در مناطق کناری متمرکز گردیده. به هم جهت است که در طی قرون و اعصار ایران پایتخت‌های بسیاری داشته که اغلب آنها در مرکز کشور واقع نبوده. پایتخت‌های مهم ایران قبل از تهران عبارت بودند از شوش، اکباتان، تخت جمشید، تیسفون و پی از اسلام اصفهان، شیراز و تبریز، اردبیل و قزوین که کشور ما در زمانهای تدنی و انحطاط مورد حمله همسایگان خود قرار گرفته و در دورانهای اطلاع عظمت بر اثر نیرو، تدبیر و درایت رهبران بزرگ وحدت ایران را تامین کرده که در دورانهای انحطاط همواره حملات خارجی با همدستی دانسته و یا ندانسته حملات خارجی یک کشور همراه بوده و بیشتر این همدستی ها از خارج الهام و نظم یافته بود. بررسی احتمالی این رویدادها که جنبه افسانه‌ای یافته به درک بهتر دورانهای مختلف تاریخ ما کمک خواهد کرد. شاهنشاهان قهرمان، کوروش، داریوش، خشایارشا، حمله اسکندر مقدونی به ایران، رستاخیز ایرانیان در زمان ساسانیان و حمله اعراب که بر اثر نفوذ و رهبری 2 قوم هند و اروپایی ما مادها، پارسها پس از 2000 سال نبرد و تلاش ایرانیان بر همه اقوام منطقه بین النهرین پیروزی و برتری یافتند. سلسله هخامنشی بزرگترین شاهنشاهی جهان را که از دریای سیاه تا آسیای مرکزی و از لیبی تا هندوستان گسترش داشت را بنیان نهاد. شاهنشاهی هخامنشی نخستین شاهنشاهی بزرگ و منظم جهان است که در آن یک رهبر شاهنشاه ایران بر اقوام و ملل مختلف حکومت می‌کرد. روحت شد شاهنشاه، روحت شد.